الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 19 از شرح کتاب عقیده الرازیین، ابو حاتم الرازی وفات کننده 277 هجری و ابو زرعة الرازی وفات کننده 264 هجری، دو امام بزرگ اهل سنت و الجماعت که از ملت فارس بودند و از سلف این امت تبع التابعین. از کتاب شرح السنه و اعتقاد الدین. موضوع امروزه ما اثبات صفت علو ذات بر الله سبحانه و تعالی، چگونه که لایق به جلال اوست. رازیان میگویند، هر دوی همین امام بزرگ سلف صالح اهل سنت و جماعت میگویند، امام اهل سنت و جماعت میگویند وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف. یعنی الله سبحانه و تعالی در بالای عرش است، در بالای عرش است، جدا از خلقش هست، جدا هست، خلقش جدا از الله، الله جدا از خلقش است. کما وصف نفسه فی کتابه، چگونه که خود الله وصف میکند نفسش را در کتابش، یعنی چگونه که خود الله به ما وصف کرد، خبر داد که الله در بالای عرش است. و علی لسان رسوله صلی الله علیه و سلم، و چگونه که الله به زبان رسولش به ما وصف کرد، یعنی به رسولش وحی فرستاد و خود رسولش هم به ما به وحی سنت خبر دادند. بلا کیفین، بدون کیفیت. بدون کیفیت یعنی بدون چگونگی. چگونگیش رو ما نمیدونم. چگونگی وجود دارد، البته چگونگی در بالا بودن الله سبحانه و تعالی وجود دارد، کیفیت وجود دارد، چگونگی وجود دارد، اما خود الله میداند، ما نمیدانیم. علمش رو به الله میگذاریم. بارک الله فیکم. بله، این بود عباره‌ای که الرازیین ذکر کردند. هر دویشان مسئله علو را ذکر کردند، زیرا که انکار کردن علو ذات الله، انکار کردن صفت علو الله، یعنی در بالای عرش بودن الله، در بالا بودن الله سبحانه و تعالی، یکی از عقیده های باطلی نو پیدا شده در خراسان بود. در همین منطقه فارسی از سبب این فلسفی ها، از سبب متکلمین و از سبب کلامی ها، از سبب انا من اهل بدعت، این عقیده باطل آهسته به وجود آمد و بالاخره منتشر هم شد. نه فقط کسایی که اهل کلام بودند، در اول در همون منطقه فارسی مجوسی ها هم همین عقیده را داشتند. فارسی ها پیش از اسلام، فارس های پیش از اسلام، مجوسی ها الهشان را در بالا نمی دانستند. در همه جا مثل که امروزه اشعری و ماتریدی عقیده دارد. و این چنین این عقیده باطل را بودیستا هم، یک قسم از همین بودیستا هم این عقیده باطل را داشت، یعنی در بالا بودن اله انکار میکرد. و این چنین اهل فلسفه یونانی هایی که فلسف بودند، انا در بالا بودن الله را انکار میکردند. و این چنین همه این دین های باطل، مجوس، بودیست، فلسفی های یونانی،
جهت رو از الله سبحانه و تعالی نفی میکردن. میگفتند که الله نه در داخل عالم است نه در خارج عالم است، یعنی الله نه در درون عالم است نه در بیرون عالم است، نه در بالا نه در پایان، نه در رو به رو و نه در پشت و نه در راست و نه در چپ. 6 جهت رو انکار میکردند. و این چنین وقتی که کلامی ها به وجود آمدند، به این فلسف یونانی پیروی نمودند، به مانند جعد ابن درهم و اساس شاگردش جهم ابن صفوان و معتزله ها و بعد از اینها اشعری و ماتریدی ها، بالاخره انمین صفتی بزرگ الله سبحانه و تعالی که بینهایت از درون صفت الله از همه آشکارترین، واضحترین، بزرگترین هست، انکار کردند. آشکار و واضح انکار کردند. و امروز هم نبیرگان جهم ابن صفوان را شما میبینید، نبیرگان این دجال را میبینید که دجالچه ها امروز وجود دارد در ملت مسلمان تاجیک، در بین ملتی بگویم فارس، در ایران و افغانستان، کسایی که خودشون مسلمان میگویند، اهل سنت میگویند، اینا اهل سنت نیستن، قبوری ها. امروز اینها، این کلامی ها بار دیگر همون منهج جهم ابن صفوان را کوشش میکنند که زنده بکنند و مردم را گمراه بکنند. اما انکنون دیدید که رازیان، این دو علمای منطقه فارس، آشکار و واضح بیان کرده ایستادند که الله در بالای عرشش هست، جدا از خلقش هست، به خلقش آمیخته نه، در درون خلقش نه، در درون مکان نه. و همین را خود الله به ما در کتابش خبر داده و رسول الله در سنتش خبر داده و چگونگی الله در بالای عرش بودن رو ما نمیدانیم. انمین بود عقیده سلف و انمین است عقیده قرآن، عقیده سنت و اجماع صحابه و اجماع سلف این امت. صدها نمود آیت به این دلالت میکند. حتی میگن که 2000 دلیل در قرآن وجود دارد که اثبات میکند که الله در بالا هست و 7 آیت آشکار دلالت میکند که الله در بالای عرش است. ابن القیم الجوزی رحمه الله میگن که الله در بالا بودن خود را 20 نمود ذکر کرده است. با 20 نمود، یعنی وجه، با 20 نمود حجت آوردن ذکر کرده است. بیایید اولا بگوییم که علوی الله بر بالای خلقش، ما در باره علوی ذات گپ زدیم. البته 3 نمود علو است که ما به شما بعد از کمی خبر میدیم. علوی ذات الله یعنی در بالا بودن خود الله سبحانه و تعالی. علو این صفت الله هست. علوی ذات صفت الله، یعنی الله همیشه در بالا هست، بود و هست. این علوی ذات الله، در بالا بودن الله، این علو یکی از صفتهای ظاهر و آشکار و جلی هست که دلیل برای اثبات این متواتر است. هزارها دلیل است. و این چنین فطره صحیح، فطرت همون انسانی که فطرتش صحیح هست و فاسد نشده است، به این صفت علو ذات الله دلالت میکند. علما میگویند که فلم تجتمع الأدلة العقلية والنقلية على اختلاف وضعها بعد إثبات وجود الله كما اجتمعت على إثبات علوه. الله أكبر. ببینید الدلیل های عقلی و نقلی با تمام این نمودهایش در بالای اثبات یگان صفت جمع نشده است بجز صفت وجود الله و صفت علو الله. یعنی چی خیلی که وجود داشتن الله ثابت است، یعنی الله وجود دارد یا ندارد، همه میگوییم، همه. رافضه میگد که الله وجود دارد، صوفی قبوری میگد که الله خالق است، وجود دارد، همه میگد که الله وجود دارد. به وجود داشتن الله
به وجود الله دلیل عقلی، دلیل فطرتی، دلیل میثاق و دلیل قرآن و دلیل سنت و دلیل اجماع ثابت است. هیچ کسی این کار نمیکند. خیلی که همین وجود الله به دلیل عقلی و به دلیل فطرت و به دلیل قرآن و سنت ثابت شده است، مثل همین بزرگترین صفتی که بعد از وجود الله به این نمودی دلیل ها ثابت شده است، این صفت علو الله است. خیلی که الله خودش را اثبات کرده است، وجودش را به بنده اش با عقل بنده اینه داده است که الله وجود دارد، به فطرت بنده اینه انداخته است که الله وجود دارد، به میثاق انداخته است که الله وجود دارد و بعد از این با قرآن و سنت رو نازل کرده است که الله وجود دارد. و این چنین الله به فطرت بنده، به عقل بنده این صفت رو ذکر کرده و ثابت کرده است. پس چگونه که وجود الله ثابت می شود؟ با دلیل های قوی مثل همین علو الله ثابت شده است. میگند هیچگاه جمع نشده است دلیل های عقلی و نقلی با اختلافی گذاشته شوی است بعد از اثبات وجود الله، بعد از اثبات وجود کردن الله به چیزی مگرم به اثبات کردن علوش. البته اثبات کردن علو الله، اثبات کردن علم الله، اثبات کردن خلق الله، اثبات کردن قدرت الله، این همه چیزها به دلیل های عقلی و به دلیل های فطرتی و به دلیل های قرآن و سنت ثابت شده است. این سخنی که ما گفتیم سخنی شیخ عبدالعزیز الطرایفی از کتاب خراسانی بود. اما من مختصرا به شما میگویم که صفات های الله سبحانه و تعالی دو نمود است، به دو قسم تقسیم می شود. صفات هایی که عمومی گفته شده، صفات هایی که در این صفات ها یعنی دلیل ها زیاد است، این نمود صفات ها ثابت شده است هم به دلیل فطرت، به درون فطرت انسان الله اینه انداخته است و هم به عقل این صفات ها ثابت می شود، هم قرآن و هم سنت و هم اجماع وجود دارد. 5 نمودی دلیل. این کدام نمودی صفت است؟ صفت علو ذات الله که الله در بالای عرشش خود است به ذاتش، صفت علم الله و صفت قدرت الله و صفت خلق الله و صفت حیات الله. هر کسی که یکی منها ترک کرد، این صفت هایی که هم به عقل، هم به فطرت، هم به عقل، هم به قرآن و سنت و اجماع ثابت است، کسی که اینها انکار کرد کافر است. برای اینکه همون کودک هم به همون فطرتش میداند که الله علم دارد و الله بدون علم شدنش ناممکن است. الله خالق است و این خلق بدون الله هیچ کسی خلق نکرده است، فقط یگانه الله خلق کرده است و هیچ کسی همراه الله هم نبود و این حیات دارد. الله بدون حیات ناممکن است که الله وجود داشته باشد و الله در بالا است و این چیزها ثابت است و این کسی که این کار میکند کافر است. به خاطر چی؟ در این نمود صفات ها کسی که این کار میکند کافر است، برای اینکه این صفات ها اثباتش از اصول دین ظاهر است. من مسائل اصول دین ظاهر میگن. ما صفات ها رو به دو قسم تقسیم کردیم. صفات هایی که از اصول دین است، ظاهر است و آشکار است. شما بگید که ما چگونه میفهمیم که مسائل دین است؟ هر صفت یا هر مسئله که با دلیل فطرت یا که این پیش میثاق فطرت و با دلیل عقل و بعد از این قرآن و سنت و اجماع در بالای اثباتش آمده باشد، پس این مسئله چی است؟ اصول دین است. و هر یک مسئله یا یک موضوع یا یک صفتی که در اثبات نمودنش عقل و فطرت وجود ندارد، فقط نقل وجود دارد، فقط قرآن و سنت که یک بعضی صفت ها ثابت می شود، این صفت پس از اصول دین نیست اما ظاهر است. از همین جهت دومین نمود صفت ها است که انسان اگر از سبب جهل تعویل کند یا انکار کند یا نفهمد یا که دربارش جهالت داشته باشد کافر نمی شود. یا جزئی از این جزئیات های صفت های علو، مثلا صفت علو یک جزئیات دارد، استوا بر بالای عرش. بعضی ها میگن که الله در بالا است اما در بالای عرشش بودن استوا را استولا، این یک جزئیات است. یا جزئیات مسئله قدرت رو انکار کند، در این مسئله اول حجت رسانیده و فهمانیده و غیره. اما دومین قسمی صفت هایی که ظاهر است اما از اصول دین نیست، صفت های بسیاری صفت های است که به فطرت ثابت نمی شود
به عقل ثابت نمی شود، فقط به قرآن و سنت ثابت می شود. از همین جهت در صفات ها بسیاری صفات ها جهل و عذر است. مثلا ید، دست الله، مثلا پای، اثبات پای الله، مثلا چشم، مثلا انگشت، مثلا خندیدن، صفت خندیدن، صفت غضب، صفت رضا. این صفات ها به حجت فطرت یا که عقل ثابت نمی شود، فقط به قرآن و سنت ثابت می شود. از همین جهت کسی بیاد اینو تحریف کند یا انکار کند از سبب جهلش، جهل عذر است. اول حجت رسول فهمیده می شود. یعنی من در اینجا به شما می خواهم بفهمونم که صفات ها را خوب دقت بدید که به دو قسم تقسیم می شود. قسمش از اصول دین است و قسمش از مسائل ظاهر است، اما از مسائل بارک الله فیکم اصول دین است. معلوم من الدین بضرورت است، اما اصول دین است. بارک الله فیکم. من اینجا به شما میخواهم بفهمونم که مقصد من همین است که صفت علو ذات الله سبحانه و تعالی همین صفتی هست که ثابت هست، هم به فطرت و هم به عقل و هم به قرآن و هم به سنت و هم به اجماع صحابگان و اجماع سلفین امت. اینقدر مسئله بزرگ است که علما برابر میکنند که چه خیلی که وجود الله سبحانه و تعالی این چنین حجت دارد، انا همین در بالا بودن الله هم همچنین حجت قوی دارد و کسی که نه انکار کند کافر میشود. سلف این امت بمانند نگرید ابو حنیفه، بمانند ابن خزیمه و دیگر از علمای متقدمین چقدر کتاب ها در این باره نوشته و تکفیر میکنند انکار کننده علو ذات الله. عقیده سلف در بالای این مسئله علو چگونه بود؟ ما به شما مذهب سلف رو در مسئله علو ذکر میکنیم. مذهب سلف صالح چه خیلی که ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی مذهب سلف رو ثابت کردند که مذهب سلف اثبات کردن علو ذات الله سبحانه و تعالی بود. اثبات میکردند که الله از همه چیز بالا است، الله در بالای آسمان است و در بالای عرشش، یعنی 7 آسمان وجود دارد، 7 طبقه، بین هر یک طبقه 500 سالینه راه است. طبقه یکم تا طبقه دوم 500 سالینه راه، از طبقه دوم تا طبقه سوم 500 سالینه راه. یعنی بالای هم آسمان ها وجود دارند، بالای هم، و بعد از این کرسی وجود دارد، بعد از این آب وجود دارد و بعد از این عرش وجود دارد و بعد از این الله سبحانه و تعالی وجود دارد. الله سبحانه و تعالی از همه چیز بالا است و در بالای الله عرشش چه خیلی که لایق جلالش است و ما چگونه در بالای عرش بودن الله را نمیدانیم. همین قدر میدونیم که الله به ما خبر داد که الله در بالای عرش است و از همه چیز جدا است و عقیده سلف این بود که الله جدا از خلقش است، در درون مکان نیست، احتیاج به مکان ندارد، احتیاج به این مخلوقات، احتیاج به عرش هم ندارد. سبحان الله. پس اهل سنت در جماعت سلف این امت اثبات میکردند هم علو ذات الله را، هم علو قدر الله را، هم علو قهر را. این سه نمود علو وجود دارد در نزد ما: علو قدر، علو القهر و علو ذات، که ما به شما کم کمی هر سه‌اش رو شرح میدیم. اما صحبت ما درباره علو ذات است، زیرا که علو القدر و علو القهر را، بالا بودن قهرش، در زیر قهر الله بودن همه مخلوقاتش و بالا بودن قدرش و اسما و صفاتش را همه اهل بدعت قبول دارند. اهل بدعت از این معطله های جهمی، اشاعره و ماتریدی فقط انمین صفت علوی کدامش سوم قسم صفت علوی ذات الله قبول ندارند. الله قدرش بلند است، الله قهار است میگن، اما الله خودش در بالا نیست. الله در کجا است؟ میگن که در هیچ جا نیست. اهل سنت در جماعت هر سه این صفت علو را اثبات میکنند و سلف این امت اثبات میکردند به الله جهت علو را. جهت ثابت است، جهت ثابت است و سلف این امت از همین جهت، از همین سبب الله را، جهت را به الله ثابت میکردند و میگفتند که الله در جهتی بالا است. و در این مسئله دلیل به نهایت زیاد است که حساب کتابش شما نمیتونید جمع کرده بگیرید، به نهایت زیاد است.
بله، قرآن، سنت، اجماع، عقل، فطرت به این دلالت میکند. حتی حیوان ها، این چارپاهایی که امروز در همین روی زمین هستند، ثابت میکنند که الله در بالا است. علما حتی حیوان ها رو مثال آوردند. بله، از همین جهت علما میگویند که کسی که علو ذات الله را انکار کند، از همون خری که به عقل ترین حیوان، همچون یک نمونه به عقل ترین حیوان میگویند، از همون خری خانه اش گمراه تر است. همون خری که در خانه اش است، از این آدمی که علو الله انکار میکند گمراه تر است. چرا؟ برای اینکه خر میداند که الله در بالا است، اما این که نمودش انسان است و عقلش از عقل خرم بدتر است نمیداند، بلکه انکار میکند. حالا که خونده میتواند، قرآن میخواند، میفهمد، انکار میکند. خر اگر زبان میداشت یک نصیحت به صاحبش میکرد. اینها کسایی که الله در بالا بودنش انکار میکنند، به مانند میگن علما میگن که به مانند سگانی هستند که به بالایشون، یا به مانند خرهای هستند که به بالایشون چی است؟ کتاب گذاشته است. به مانند خرها هستند که فقط کتاب خوندند اما نمیفهمند. حتی همین مثال الله در قرآن ذکر میکرد. سبحان الله. علما میگن همین حیوان ها رو وقتی که ظلم میکنی، حیوان ها به بالا نظر میکند و ناله میکند. و البته علمای زیادی به مانند صابونی، ابن تیمیه، ابن القیم جوزی و چخیلی که سلف این امت، ابو حاتم الرازی، ابو زرعة الرازی، ابو حنیفه و امام مالک بن انس الشافعی و احمد بن حنبل و ابن ابی حاتم و قاسم بن سلام و دیگر از علمای زیادی، علی بن المدینی و این چنین یحیی بن معین، اسحاق بن الرحوی، همه اینها اجماع را نقل میکنند. اجماع سلفی که سلف اثبات میکردند صفت علو ذات الله را و منکر علو ذات الله را کافر میدانستند. کسی که تکفیری میگوید در این مسئله، مرحمت سلفی امت را از اول تا آخرش تکفیری بگوید. کی تکفیری بوده است؟ اگر شما گویید که کسی که علو الله انکار کند کافر است بگوید، شما را تکفیری میگن. پس این صحبت سلفی امت گفتند، این حکم سلفی این امت، این حکم اولا الله قرآن و رسول مانده است. سلفی این امت گفتند، خود ابو حنیفه گفتند. پس ابو حنیفه از نظر شما همه این سلف تکفیری است. پس امت اجماع کرده است و خلاف در بینشان وجود نداشت که الله سبحانه و تعالی در بالای عرش است. فهمیدید مسئله ما کجا است؟ سه علو وجود دارد. با الله سه صفت علو را. علوی قدر، الله قدرش، شأنش، اسما و صفاتش به نهایت بلند است، به نهایت بزرگ است. این یکم نمودی علو. علو دوم، بالا مرتبه بودن دومیش قهر الله بینت بزرگ است و همه این چیزهایی که در کائنات میبینید در زیر قهر الله سبحانه و تعالی است، یعنی در زیر حکومت الله سبحانه و تعالی است. و سومین صفت علو الله که در همین جا ما صحبت میکنیم، تحریر و محل نزاع میگن، نزاع در همین جا به وقوع پیوسته است، انا در همین جا گمراهان به وجود آمدن. این صفتی چه است؟ صفت علو ذات الله که اهل سنت و الجماعت اثبات میکنند. جهمی ها، معتزله ها، یعنی این معطله ها بالکل، اشعری ها، ماتریدی ها این کار میکنند. بار دیگر میگیم که امت اجماع کرده اند و خلاف نیست در بینشون که الله در بالای آسمان است سبحانه و تعالی و خود الله این خبر داده است. ما از پیش خود نمیگوییم. الله گفت که من در بالای آسمان هستم، الله گفت که من در بالای عرش هستم. چی مشکلی دارد وقتی که همین سخن الله شما بگیرید و قبول بکنید که بگویید که الله در 7 جای قرآن من در بالای عرش هستم، من به بالای عرش استوا کردم گفت. در 1000 آیت ها به شما فهمونید که عملهای شما به بالا میبرد و ملائکه به بالا میبرند، ملائکه از بالا نازل میشوند. عیسی من به پیشم گرفتم، به بالا برداشتم، شب معراج پیامبر به بالا بردم. همه این دلالت ها میگه که الله در بالا است و در بالا بودن این خودش عقلا هم معروف است که یک چیزی شرفمند است. شما قرآن را دوست دارید، برای همین به بالا میگذارید و خود شما میگید که قرآن را به پایان گذاشتن به احترامی است. پس الله در بالا است
و این اثبات همچنین احترام است. پس چی مشکلی دارد اگر قبول بکنید؟ میگن که اگر ما قبول کنیم یعنی الله را به جهت نسبت دادیم. اگر الله را به جهت نسبت بدهیم، جهت بالا یعنی مکان است، مکان مخلوق است، پس الله در درون مخلوق است، پس این میشود که الله مخلوق است. از همین جهت این کار میکنیم. ببینید علما میگن که اگر به همون آمده خبری الله که در قرآن و سنت آمده است همون میگرفتند و به وسوسه شیطان داده نمی شدند و با وسوسه شیطان فکر نمی کردند، از پیش خودشون به علم کلام و فلسفه باز نمی بافتند و تشبیه نمی کردند الله را به مخلوقاتش، این چنین گمراه نمیشدند. از همین جهت همه این معطله ها کسایی که این کار میکنن اینها رو معطله گفته میشد. این کار کردن علوا اینها معطله، جهمی، اشعری، ماتریدی، این همش معطله، عموم معطله میگیم. این معطله ها به دو شرک در اسما و صفات شدند، داخل شدند، هم به شرک تشبیه و تمثیل و بعد از این به شرک تعطیل. اول الله تشبیه کردند. مثلا ببینید چگونه علوی الله این کار کردن. گفتن که اگر ما الله در بالا گیم جهت ثابت میشد، جهتی بالا، جهت این مخلوق است، پس الله در درون مخلوق باشد، الله مخلوق. از همین جهت الله تشبیه کردند، گفتن که نه ما باید این کار بکنیم، یک کاری کنیم که الله پاک کنیم. چیکار میکنیم؟ یگانه راه سبب همین مشکلات چه؟ در بالا گفتن الله. بیاید میگیم الله در بالا نیست، تمام است. آیت به چی میگید؟ آیت به عقل ما راست نامده شده است. قاعده اینو معروف است که عقل پیش از نقل میستد، عقل پیش از قرآن و سنت است. هر آیت و حدیثی که موافق عقل نیست، به موافق عقل پوسیده اینها نیست، اینی میگن یک گپی هست. اینجا اینو از متشابه هست میگن. متشابه همین که معنای واضح ندارد، محکم نیست، آشکار و واضح نیست. متشابه همین است که معناش احتمالات دارد و از این میبرد میگن این دیگر معنا دارد و بالاخره میگن که الله در بالا نیست. پس الله در کجا است؟ الله در کجا است؟ میگن که بعضشون میگن که الله در همه جا است، بعضشون میگن که الله در همه جا است. ما به اینها سوال میتیم که در همه جای همه جا؟ بله همه جا. پس در جهنم هم الله وجود دارد؟ اگر بگوید که بله در جهنم وجود دارد، اعوذ بالله من ذلک، این کفر است. اگر بگوید که نه الله در همه جا وجود دارد، در جهنم وجود ندارد، میگیم که به کدام دلیل الله را گفتی که در جهنم نیست؟ در این دنیا نجاست ها وجود دارد، جایهای نجاست وجود دارد. بالاخره عقیدهشون عقلا هم پوسیده است، خیلی که گفتیم. پس اینها زور میبیند و میگن که نه الله در همه جا نیست. الله در هیچ جا نیست، نه در زمین، نه در آسمان، نه بیرون از آسمان، نه در درون زمین، نه در پیش، نه در پشت، نه در راست، نه در چپ، نه در بالا، نه در پایین. پس کجا است الله؟ الله وجود ندارد. الله فقط در ذهن است. ذهن در درون کله شما، در درون مغز سر شما الله هست میگوید، اما اصلا وجود ندارد. سلف این اومد به مانند ابن بطه ذکر میکنن که این معطله ها، جهمی ها، اشعری ها، ماتریدی ها، معتزله ها، این یعنی معطله ها چی میگفتن؟ چی را عبادت میکنن؟ چیزی نبوده رو. در نزد اینها الله وجود ندارد. اینها اینقدر تعطیل کردن، اینقدر صفات های الله انکار کردن که خودی الله انکار کردند. الله وجود ندارد در نزد اینها. از همین جهت ابن بطه کلام سلف ذکر میکنن که سلف میگفتند که المعطله یعبد العدم والمشبهه یعبد الصنم. معطله ها چیزی نبوده رو عبادت میکرد، یک چیزی که وجود ندارد. و مشبهه ها و ممثله ها الله اینقدر مانند و تشبیه کردن که بت پرست شدند. الله بت تراشیدند و پرستیدند، مثل بت، مثل جسم الله جسمی سومی. هر دوشم باطل است و به کفر واقع شدند. اهل سنت و جماعت اثبات میکنند صفات های الله را و این چنین صفت علو ذات الله را بدون کیفیت و میگند که الله در بالای آسمان است و هیچ چیز مانند او نیست. سوره شورى آیه 11 لیس کمثله شیء، هیچ چیز مانند الله نیست. ما تشبیه نمیکنیم، ما الله را محتاج به مکان نمیگیم. الله در درون مکان نیست، الله به عرش نشسته است یا نشسته است صحبت نمیکنیم. الله در بالای عرش است و خودش به ما نگفت که من در بالای عرش نشستم، بلکه الله در بالای عرش است. انا همین را اثبات میکنیم و ما میگیم که هیچ چیز مانند الله نیست و الله شنوا و بینا است
و با الله با علمش و قدرتش ما رو میبیند و میشنود و یگان چیز پنهان نیست از الله سبحانه و تعالی. عادی ترین واضح ترین عقیده موافق عقل سالم، فطرت صحیح درست سالم و موافق انا همین اجماع صحابه که در قرآن و سنت اومده است. اما وقتی که این طرف اون طرف میروید هم شما متحیر و غیره و غیره. بارک الله فیکم. سخن این معطله ها ماتریدی اشعری امروزه کسایی که الله لامکان میگویند به این معنا که الله در بالای عرش نیست. این لامکان کلمه هست که کلمه حق است، اما از پشت این کلمه اهل بدعت باطل را میخواهند. ما هم الله مکان دارد نمیگوییم. خوب دقت بدید. ما را متهم میکنن که ابو محمد مدنی، این سلفی ها یا که دیگرها الله مکان به مکان احتیاجمند میدونن. نه والله، سبحانك هذا بهتان عظیم. این بهتان بزرگ است. شما در نزد الله به این بهتانتون جواب میدید. الله را ما محتاج به مکان نمیدونیم. الله در مکان است نمیگوییم. الله در بالای عرش است، از همه چیز بالا است گفتن این به مکان نسبت دادن الله نیست. شما این چنین باطل رو تهمت رو میزنید. بلکه لامکان گفتن رو به این معنا بگوییم که الله به مکان احتیاج ندارد، مکان در درون مکان نیست. ما هم این معنی رو قبول داریم که الله در مکان نیست. ما نمیگیم که الله محتاج به عرش است، الله عرش رو یعنی عرش الله رو احاطه، نه، بلکه الله در بالای عرش است، از همه چیز بالا است. به همین مقصد عرش که از همه چیز بالا است، الله هم از عرش بالا است. اما شما که کلمه لامکان را به مقصد باطل استفاده میبرید، ای معطله های گمراه، ای مشرکین، گفته های الله را انکار میکنید که میگوید الله لامکان است به این معنا که الله وجود ندارد، یا که الله در درون همه مخلوقاتش است، یا که الله به ذاتش در همه جا است، یا که الله در بالای عرش نیست. این همه معنی های یعنی خواسته شما از کلمه لامکان کفر است، شرک است و مخالف عقیده اهل سنت و الجماعت است. مخالف عقیده قرآن، سنت، اجماع صحابه، تابعین، تبع تابعین است. اشعری ها و ماتریدی ها بزرگند. اشعری، همه علما اشعری ماتریدی هستند. نامعقول کردید. علمای خودی من اشعری ماتریدی که سردار و پیدا کننده عقیده اشعری ماتریدی است، عصر 4 به وجود آمده. پیش از عصر 4 کجا بود اشعری و ماتریدی؟ نبود. پس پیش از اشعری ماتریدی آمده این سلف این امت مگر گمراه بودند و اشعری ماتریدی حق است؟ علمای ما سلف صالح است. پس بیار یک عالم رو که سلف صالح باشد، عقیدهش صحیح درست، همه سلف گفته باشند که این آدم خوب است و گفتهش موافق گفته اشعری ها باشد. نه، اگر میلیون علما وجود داشته باشد که مذهبش مذهب اشعری ماتریدی باشد، باطل است. به عددی بسیار بودن علما نمیگیم. علمای اشعری ماتریدی بسیار نیست. هر عالمی رو دیدید که اشعری ها و ماتریدی میگد که این عالم اشعری ماتریدی است، الله لا مکان میگد، این میگد اون میگد، شما سال تولدش ببینید و سال وفاتش ببینید. سال وفاتش 4 5 6 7 8 تمام تا بالا. ما میگیم که کنی این علمایی که شما دین میگیرید، پیامبر آیا نگفتن که صحابه، تابعین، تبع تابعین؟ علمای شما بعد از این به وجود آمده است. قرن طلایی به اشعری ماتریدی نبود و این عقیده که اشعری ماتریدی داشتن در قرن طلایی فقط جهمی داشت. جهمی ها رو سلفی این امت به اجماع تکفیر کردند. از همین جهت اشعری و ماتریدی هایی که عقیده جهمی ها رو دارد، بسیاری از علما لولکای میگن که 500 از علما رو من در شرح اعتقاد اهل سنت و الجماعت ذکر میکنم که اشعری ها و ماتریدی رو تکفیر کردند. و جهمی گفته ابن القیم الجوزی هم اشعری ها رو در نظر دارند، میگه که ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 500 علما در شهرهای گوناگون اینها رو تکفیر کردند. ابو اسماعیل الهروی در کتاب ذم الكلام و الرد على الجهمیه المعطله الجهمیه ذکر میکنند 2000 علما رو که این معطل جهمیه، معتزله، اشعری، ماتریدی رو انکار کرده و تکفیر کردند. و ابن تیمیه در کتاب تسعینیه همین چیز رو نقل میکنند و روزی میشن و غیره. پس بارک الله فیکم. معتزله ها چی میگویند؟ معتزله ها در این باب که الله در کجاست چی میگویند؟ میگن که ان الله فی کل مکان،
الله خودش به ذاتش در همه جا است. یعنی الله به ذاتش هم در اینجا و هم در اونجا، در همه جا. الله با تقسیم میشود گفتند. معتزلی میگد که معتزلی کی؟ هشام الفوطی، یعنی معتزلی میگد که ان الله لیس فی مکان، الله در مکان نیست و هو فی کل مکان، او در همه جا است. اینها از امت محمد صلی الله علیه و سلم بیرون شدند و البته که اهل سنت اینها را بد میبینند و اینها را انکار میکنند. و همین اشعری ها و ماتریدی آمدند مذهب جهم و مذهب معتزله را زنده کردند. ابن قدامة المقدسی در کتاب حکایت المناظر در قرآن میگد که از بعضی از اهل بدع صفحه 35 ذکر میکنه، میگد که ولا نعرف في اهل البدع طائفه يكتمون مقالاتهم ولا تجاسرون على اظهارها الا الزنادقه والاشعريه. ما نمیدونیم از اهل بدع یگان طایفه رو که پنهان کنند مقاله‌هاشون رو و جسارت پیدا کنند بر همون اظهار باطل و کفرشون مگرم زندیقای اشعری ها رو، ماتریدی ها رو. بارک الله فیکم. یعنی این عقیده وجود نداشت، عقیده که انکار علو ذات الله وجود نداشت. 100 سال اول، 200 سال اول، 300 سال اول وجود نداشت. وقتی که این اشعری ماتریدی برآمد، عقل را پیش از قرآن و سنت گرفت و بالاخره آهسته آهسته این اشعری ها علما پیدا کردند، ماتریدی ها علما پیدا کردند، به حاکم ها نزدیک شدند. اینها حاکم پرستی بینات خبیث بودند، حاکم ها را طرفداری کردند، نزدیک شده و به واسطه حاکم ها عقیدهشون بیرون کردند، به خصوص به واسطه دولت سلجوقی بعد از یک قرن اولش. سبحان الله. فلسفه ها میگفتند به مانند کوهان و غیرش که الذي عین لا عین له، اونی که در کجا کجا، اونی که کجا ندارد، یعنی وجود ندارد. یا میگویند که اینو یک روایت باطل و همه روایت سخترین ها آورده. ببینید هر اشعری، هر ماتریدی، هر جهمی، هر انسانی که عالم است سله‌اش یک مثل کله خر است، به این سوال کنید که یک حجت بیار از قرآن و سنت، از اجماع این سلف که الله در بالا نباشد حجت بیار، یک حجت میبرد. این روایتش از علی رضی الله عنه روایت شده است. میگه ضعیف، موضوع، متروک، سخنی باطل است. انا همین حجتش است. میگه که کان ولا مکان، بود الله، کان الله، بود الله ولا مکان، مکان نبود. فخلق المکان، الله مکان خلقت و هو على ما علیه کان، و الله در همون جایی که هست من است. این گجایش این کار میکند در بالا بودن الله. الله بود پیش از این که هیچ چیزی نبود و الله پیش از خلق کردن همه چیز هم در بالا بود. شما نگویید که الله پیش از چیز رو خلق کردن در پایان بود. نه، الله از اول و ازل همیشه در بالا بود، ذاتش در بالا بود و وقتی که خلق کرد مکان رو و مخلوقاتش رو، باز الله در بالا بود و خودش خبر داد که بر بالای عرش استوا کرد. استوا به کدام معنی؟ یعنی بالای بالا شد. امیدی یکی از بزرگترین شیخایی که اشعری ها، یا کوثری یکی از بزرگترین شیخای یعنی ماتریدی ها، اینها آشکار و واضح در کتابهایشون میگویند که قرآن و سنت این دو چیزی هست که دلیلش انیق دقیق نیست، قطعی نه. قرآن و سنت دلالتش قطعی نه، یعنی انیق و دقیق نه، بلکه ظنی هست، گمانی است. از همین جهت میگه در مسئله علو ذات الله ما قرآن و سنت رو نمیگیریم، عقل رو میگیریم. میگه مثلا نظر کنید به کتاب امیدی و ببینید میگه که ولعل الخصم قد يتمسكها هنا بظواهر من الكتاب والسنه. خصم کی است؟ اهل سنت رو خصم میگه. یعنی میگه خصمی ما، اهل سنت، دشمنی ما، اینها کسانی هستند که قرآن و سنت رو به ظاهر میگن، میگه و اقوال بعضی از امام های به ظاهرش میگن، اما میگه ظنیه ولا يسوغ استعمالها بعض الائمه وهي باثرها ظنیه ولا يسوغ استعمالها. یعنی قرآن و سنت و اقوال علما اینها ظنی است، میگه گمانی است، قطعی نیست و استعمال کردنش در این مسائل درست نیست، زیرا که قطعی نیست. میگه فی المسائل القطعیه فلهذا اثرنا الاعراض عنها. برای همین ما روی گردانیدیم از قرآن و سنت و اقوال سلف صالح در این مسئله. باور بکنید اشعری ها و ماتریدی ها عالم هایشان آشکار و واضح میگن که ما عقیده من رو
از قرآن و سنت و سلف صالح نمیگیریم و میگویند که ما روی میگردونیم، زیرا که قرآن و سنت و سخنهای سلف این امت ظنی هست، ظنی، گمانی، قطعی دلاله نیست، متشابه و غیره. یعنی کلمه متشابه گفتن یعنی ظنی گفتن است، قطعی گفتن نه، یعنی انیق نه، ناانیق. قرآن و سنت ناانیق است، از همین جهت در این مسئله حجت نیست میگن. انا قرآن و سنت رو به یک طرف بعد میگذارند و بعد چی میگن؟ ولم نشتغل الزمان باراده، ما خودمون مشغول به آوردن آیت و حدیث در این باب نمیکنیم. میگن این چیزای نو در کره است. میگن اما وقتی که کتاب‌های این گمراه ها رو نظر میکنید میبینید که از ارسطوی کافر یونانی پیش از عیسی تولد شدن آمدگی ارسطوی یونانی در کتابش حجت میارد و ارسطو را چی میگد؟ معلم اول میگد. همین آمدی و کوثری ماتریدی، معلم اول اشعری ها و ماتریدی ها جهمی ها که است؟ ارسطو است. ببین که چگونه از دین الله نو گشته و گمراه شده. انمین است حقیقت اینها. بله دلالت قرآن واضح است، آشکار است، قطعی است، قطعی الدلاله و قطعی الثبوت است، هیچ شکی نیست. و این چنین دلالت سنت و این چنین دلالت اجماع ثابت است. پس این یک مقدمه در این مسئله اثبات صفت علو الله در امروز بود. در روز آینده ما به شما آوردن حجت ها را شروع میکنیم، دلیل ها، حجت ها از قرآن، از سنت و بعد از این اقوال صحابه و زنهای رسول الله، بعد از این اجماع و بعد از این بیان مذهب های باطله که کیها هستند، این کیها چند نمود و غیره. با همین این مسئله را به شما بیان میکنیم. حیاکم الله بیاکم. مسئله به پایان رسید. ان شاء الله حلقه رو به پایان میرسونیم با همین. اللهم علمنا مما ينفعنا وينفعنا مما علمتنا انك انت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.